بسم الله الرحمن الرحیم. جوانا ما تقریبا 3 ماه قبل اینا را ثبت کرده بودیم دیگه. به وزارت امور داخله اسنادای از اینا را جدولایشون ارسال کردیم که ماه قبل تاریخ 14/46 دیگه روز سومش از مقام محترم ریاست الوزراء حکم شد و به این اداره مواصلت ورزید به قومندانی جلب و جذب که تعداد 474 نفرش سرباز است و 49 نفرش ساترمند، 51 نفر افسر است در جمعی از اینا. الحمدلله کارهای از اینا کلشان کار عموما تمام شده، فقط استعلامای کشفیشان ما برشان دادیم مسئولیت جنایی نداشته باشند و بعد از تکمیلی اسنادشون که از جنایی است، بایومتریک است و تروریسم ادارات کشفی است، انشالله ما با خطایشان هر کدامیش در خطه مشخص نامش منظوریش آمده و در خطایشان روان میکنیم. الحمدلله کار به طوری عادی جریان داره. شکر. زنده باشید.